دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان ثمره نیک دوران استقلالیت محسوب گردیده طول موجودیتش به یکی از مؤسسه های با نفوذ علم و معارف کشور تبدیل یافت و امروز با امید تازه جانب آینده درخشان قدم های با اعتماد میگذارد. دانشگاه با قرار شورای وزیران جمهوری تاجیکستان از 5 اوگوست سال 1993 تأسیس یافته در سمت‌های حقوق شناسی، اداره کنی، سیاست داخلی و خارجی، اقتصادیات، اینوواسیا و تلکمونیکاسیا و دیگران کادرهای صاحب تخصص آماده می‌نماید. امروز در ساختار دانشگاه 6 فاکولته سیاست شناسی و مناسبت‌های بین‌الخلقی، اینوواسیا و تلکمونیکاسیا، حقوق شناسی، مالیه، به حسابگیری و انداز، بیزنس و اداره کنی موجود بوده. دانشجویان در شعبه‌های روزانه و غایبانه از روی 24 اختصاص‌های زمانوی به مانند سیستم اتوماتیک کننده شده، نظام و تکنولوژی اطلاعاتی و اداره‌کنی تلکمونیکاسیونی، وب دیزاین و گرافیک کامپیوتری، اقتصادیات جهانی، تکنولوژی و نظام اطلاعاتی در اقتصادیات، مالیه و قرض، اودیت و ریویزیا، اداره دولتی، بیزنس و ماموریتچی، خدمات گمرکی، کار بانکی، انداز و اندازبندی، سیاست شناسی، اقتصادیات و اداره در کارخانه، به حسابگیری بوکالتری، تحلیل و اودیت، منیجمنت مالیوی، مارکتینگ در کمپلکس اگروصناعتی، تأمینات زبانی، رابطه‌های بین فرهنگی، دیپلماتیا، حقوق شناسی، تاریخ و تحصیل قرار گرفته شدند. پرزیدنت مملکت امام علی رحمان به سمت‌های فعالیت دانشگاه بهای سزاوار داده ذکر نمودند. دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان در اصلاحات قانونگذاری مرکزی ذهنی گردیده در ساحه‌های صاحبکاری، فعالیت تجارتی و حقوق بین الخلقی متخصص تیار می‌کند. امروز در دانشگاه 3 بینای تعلیمی، کتابخانه علمی و الکترونی، خوابگاه، 4 نقطه‌های خوراک عمومی، 125 اودیتوریاها، 11 لابراتوری‌های تعلیمی، کابینت‌های مخصوص گردانده شده تعلیمی، تالارهای برهوای مجلس به خدمت دانشجویان واگذار شدند. اینچنین در ساختار دانشگاه مرکز آموزش زبان‌های خارجی، پارک تکنولوژی، مجمع ورزشی عمل می‌کنند. مهمترین دستاورد دانشگاه با اشتراک سرور دولت جناب عالی محترم امام علی رحمان 9 سپتامبر سال 2008 آغاز یافتن کارهای ساختمانی و در مدت 3 سال 5 اوگوست سال 2011 پرره و در وضعیت تنتنوی به استفاده سپرده شدن بینای نوی تعلیمی دانشگاه محسوب می شود که با حرفهای زرین در تاریخ نوین دانشگاه ثبت یافتند. با مقصد تجربه آموزی استحصالی دانشجویان، دانشگاه با مقامات‌های اجرایی حاکمیت دولتی، حفظ حقوق، اداره‌های ناتریالی، بانک‌ها، سفارتخانه‌ها و کارخانه و تشکیلات‌های گوناگون شرطنامه‌های همکاری دارد. بر روند تعلیم و تربیت استادان ورزیده ساحه‌های مختلف جلب گردیده از مجموع 342 نفر هیئت آموزگاران دانشگاه، 131 نفر کارمندان دارای عنوان و درجه‌های علمی داشته تشکیل می‌دهند که 17 نفر دکتران علم و 114 نفر نامزدهای علم میباشند. الحال در دانشگاه زیاده از 6000 دانشجویان به تحصیل فرا گرفته شدند. همچنین دانشجویان از ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان و کره جنوبی تحصیل می‌نمایند. دانشجویان قابلیتناک برای تحصیل به ماجستراتور و اسپرانتور دانشگاه توصیه می‌شوند. در تشکل روند تعلیم و تربیت، نشریه‌های محوای خرد، اخبار دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاست تاجیکستان، تئاتر استودیو پرواز استعداد، گروه رقصی خوشخرام، دسته سازی آوازی آشیان مهر، دسته حاضر جوابان شوخ‌طبع، سیف و دیگران فعالیت می‌برند. دستپروران دانشگاه در مسابقه‌های با نفوذ ورزشی شهر و ولایت، جمهوری، منطقه و بین‌الخلقی فعالانه شرکت می‌ورزند. آثارخانه تاریخی دانشگاه مکانی بهترین برای سیر تاریخ دیروز و امروز دانشگاهمان به حساب می‌رود. در دانشگاه برای دانشجویان از شهر و ناحیه‌های دوردست آمده خوابگاه موجود بوده. در خوابگاه تمام شرایط‌های فراغت و تحصیل فراهم آورده شدند. دانشگاه امروز با مؤسسه‌های علمی و تعلیمی وطنی و خارجی، فدراسیون روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ژاپنیا، امریکا، فنلاندیا، اوکراین، بلاروسیا، خیتای، هندوستان شرطنامه‌های همکاری
به تصویر رسانیده است. دانشگاه در عضویت دانشگاه سازمان همکاری شنغهای و لیگ دانشگاهی سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی همکاری پرثمر خارجی به راه مانده است. الحال دانشگاه با یک چند لایحه در برنامه اتحاد اروپا ارازموس موندوس و تمپوس برآمد داشته فعالیت لایحه‌ها به بلند برداشتن صفت تعلیم روانه شدند. تا امروز یک چند نفر عالمان و دانشجویان دانشگاه در مؤسسه‌های تحصیلاتی و علمی خارجی تحصیل و از کورس‌های تکمیل اقتصاد و زبان آموزی گذشتند. همه ساله در همایش‌های علمی دانشگاه عالمان ورزیده سطح جهانی شرکت می‌ورزند. دانشجویان دانشگاه در آزمون و المپیادهای علمی مختلف اشتراک نموده پیوسته به دستاوردهای نظررس نائل می‌گردند. همه ساله نوآوری و اختراعات عالمان و دانشجویان در آزمون‌های مختلف سزاوار جای‌های نمایان می‌گردند. دسته صیف در مسابقه‌های بین‌المللی آمستردام، بارسلونا، سنگاپور، لس آنجلس، واشنگتن اشتراک نمود. دانشگاه امروز در نظام تشکل انفراستراکچور اینوواسیونی تعلیم و تحصیلات هم قدم زمان است. با مقصدی در سطح معاصر به راه ماندن تعلیم نظام مکمل شبکه‌ای را راه اندازی نموده دسترسی به شبکه اینترنت رایگان به راه مانده است و تمام سمت‌های فعالیت دانشگاه در سامانه گلوبالی آن انعکاس یافتند. امروزها فعالیت کل سمت‌های علمی و تعلیمی و تربیوی دانشگاه در پرتو دستور و هدایت‌های سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان دایر به علم و معارف تحصیلات عالی کسبی جریانی بامرام کسب نموده در این جاده دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان قدم‌های استوار می‌گذارد. شعار ما تخصص بلند شرایط مساعد برای تحصیل و علم دانشجویان بوده. دانش همچون مظهر سعادت در نشان و سرود دانشگاه برجسته انعکاس یافته است. نوبهاری دیاری ما مسندی شادی و افتخاری ما میفیزای خیرات آفتابی مهر با تو رخشان رهی استواری ما دانشگاهی ما دانشگاهی ما زاده نوبهاری دیاری ما مسندی شادی و افتخاری ما میفیزای خیرات آفتابی مهر با تو رخشان رهی استواری ما دانشگاهی ما دانشگاهی ما صبحی بختی ما صبحی بختی ما دانشگاهی ما دانشگاهی ما تاج و تختی ما تاج و تختی ما مطلعی صفا خوش نظر توی با لیوای خیرت با زفر توی بگزن کاخ گنجی روانی ما در رهی جاویدان با اثر توی دانشگاهی ما دانشگاهی ما